سلام برمکس، چطورید؟ خوش اومدید به چنل امیلجه. بچه‌ها امروز اومدیم با یه آموزشی بررسی یه هنسفری خفن. بچه‌ها این هنسفری از برند QCY هست، مجموعه شیائومیه. بچه‌ها این مدل T13 ANC 2 بالاترین مدل T13 است. بچه‌ها خیلی هنسفری خفنی، هم علاوه بر قیمت، هم علاوه بر صدا، هم علاوه بر باتری و کیفیت. خیلی هنسفری خفنیه. تو این طولی که من ازش استفاده کردم خیلی، یعنی از خیلی از هنسفری‌های برند و گرون قیمت خیلی بهتره. خب بریم که ما هم بازش کنیم. بچه‌ها این قیمت هنسفری هم بهتون بگم، قیمتش حدود هولوش 800 تومن ایناست. حالا مثلا بعضی جا ارزون‌تر، بعضی جا گرون‌تر اینا، ولی هولوش هم 800 850 ایناست. همونطور می‌بینید دیگه مثل سری قبلش ANC T13 ANC معمولی نیست که هنسفری جدا و کیس جدا باشه، هر دوش با همه. خب در پشتش که باز کنیم، دفترچه و شارژر و سریع اضافه می‌بینیم. اینم شارژرشه بچه‌ها که تایپ سیه. اینم سریع اضافه که کلا 3 تا سری داره، 2 تا رو خودشه، یه دونه هم سایز کوچیک، متوسط و بزرگ که داخل این باکس بود. خب بریم سراغ خود هنسفری. بچه‌ها همونطور که می‌بینید یه کاور مات رو همه وسایلش انداختن که یکی از پایان‌های مثبت من خیلی دوست دارم این جنس کاور رو. یعنی مثلا میتونم بگم تو کیفیتش خیلی تاثیر گذاشته و نشون دادن کیفیت بالای هنسفری. بچه‌ها اینم خود هنسفری. اینم دفترچه هست که رو دفترچه کدار کیو برنامه‌ش هم هست که اسم برنامه‌ش هم QCY. میتونید برید دانلود کنید از بازار، گوگل پلی و هر چیزی. البته از فروشگاه پلی. بچه‌ها این هنسفری کیسش ماته و یه نوار شفاف هم دورش هست، همونطور که دیدید تو ویدیو. بچه‌ها وزن خیلی خوبی هم داره، خیلی سبکه، خوش دست هم هست. همونطور این نوارش که رو نوار LED کار شده برای دیدن شارژ و پورت شارژ یا همون سوکت شارژر. بچه‌ها ببینید اسم QCY هم رو خود هنسفری خورده، یه رنگ ملویه که قشنگ دیده میشه. بچه‌ها در کیس مثل سری‌ها قبل باز میشه و همونطور میبینید هنسفری ها قشنگ خوابیده است تو کیس و پایین هنسفری هم دکمه است که میتونید فقط ببینید که برای ریست کردن هنسفری ازش استفاده میشه و ببینید که شارژ کیس چقدر، اگه قرمز باشه پایین 50%، آبی باشه بالای 50%. همونطور میبینید رو هنسفری هم آهنربای قوی کار شده، رو درم آهنربای قوی کار شده و شل نیست در که مثلا بگین که باز بشه هنسفری ازش بیفته. هنسفریاش آهنربای خیلی قوی داره، مثلا بالای چند بال اول که میخوام مثلا استفاده کنید، من خودم استفاده میکردم، مثلا به زور هنسفری برداشته میشد. بچه‌ها وزن هر گوشی 4 گرمه و قطر درایواش هم 10 میلی متره، برد عملکردی هنسفری هم 10 متره. بچه‌ها باتری کیس هم 380 میلی آمپره که با قابلیت ANC اگه فعال باشه هر گوشی به طور مداوم گوش بدین 5 ساعت شارژ میده و با کیس 28 ساعت. اگه ANC خاموش باشه کل با کیس 30 ساعت و خود هنسفری یا به تنهایی 7 ساعت شارژ میده. بچه‌ها این گواهی IPX5 هم داره که میتونید در مقابل پاشش آب و اینا مقاومه، در مقابل بارون اینا مقاومه، نگران نباشید نمیسوزه اگه مثلا تو هوای بارون آهنگ گوش بدین باش. و اینکه بچه‌ها این قابلیت حذف نویز فعال هم داره که شدت صدا رو تا 28 دسیبل حذف میکنه. یعنی اگه بخوایم بفهمین 3-4-90 دسیبل و این تا 28 دسیبلش رو حذف میکنه. بچه‌ها تو قسمت بالای هر گوشی تاچ لمسی کار شده که میتونید با یه بار ضربه بزنن، 2 بار ضربه بزنن، 3 بار ضربه زدن داره و میتونید داخل برنامه شخصی سازی کنید. داخل برنامه شخصی سازی های دیگه هم داره، مثلا میتونید اکوالایزرهای مختلفی بزنید، رو حالت بیس بزنید، رو حالت پاپ بزنید و اینا صداشو زیاد و کم کنید و حالت گیمینگ فعال کنید یا مثلا تاچو کلا خاموش کنید. این قابلیت داخل برنامه‌اش هست. خب بچه‌ها مرسی که من تا اینجا کردید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو هم لایک کنید. مرسی بچه‌ها، خدا نگهدار.